وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، در خدمت شما هستیم از یکی دیگر از قسمت‌های برنامه راهنمود سنت. در قسمت گذشته پیرامون صفت استوای پروردگار متعال بر عرش در مورد آن صحبت کردیم. آیاتی از قرآن کریم و احادیث از رسول الله صلی الله علیه و سلم را به خدمت شما عزیزان نقل کردیم. در این قسمت ان شاء الله خواهیم پرداخت به اقوال بعضی از ائمه بزرگوار در این مورد که آنها در این مورد چی میگویند و نظر ایشان در این مورد چی هست. اول اجازه بدین که در تفسیر ابن کثیر رحمه الله که اقوال بعضی از علما را در این مورد نقل می کند را بعضی از گوشه های آن را به خدمت شما عزیزان و گرامیان بخوانم تا اینکه ان شاء الله عزیزان متوجه باشند. تفسیر ابن کثیر، امام ابن کثیر رحمه الله در تفسیر آیه ثم استوى علی العرش تحت تفسیر آیتی که در سوره اعراف هست میفرماید فللناس فی هذا المقام مقالات کثیرة جدا. میگه در این مورد اقوال فراوانی است از مردم، هر کس چیزی گفته. لیس هذا موضع بسطها، میگه که این جایش نیست که ما در این مورد به صورت تفصیل صحبت بکنیم. و انما یسلک فی هذا المقام مذهب السلف الصالح. میگه آنچه که مورد بحث ما هست اینه که باید بر این آیه قرآن الرحمن علی العرش استوى بر اساس مسلک و راه و روش سلف صالح ما رفته بشه و همان سلوک و همان راه پی گرفته بشه. بعد میفرماید که از سلف الصالح، وقتی که سلف صالح میگه در تفسیر آن میگه مالک، امام مالک رحمه الله، و الاوزاعی، امام اوزاعی، و الثوری، سفیان الثوری، و اللیث ابن سعد، و الشافعی، و احمد بن حنبل، و اسحاق ابن راهوی و غیرهم. اینها ائمه کبار اهل سنتن. امام مالک، امام شافعی، امام احمد، اسحاق ابن راهوی، سفیان الثوری، اوزاعی، اصلا حرف برای گفتن دیگه نمیمانه. اینها مسلکشان همین بوده. مسلکشان چی بوده؟ مسلکشان این بوده. بعد میگه که در ادامه میگه و غیرهم من ائمه المسلمین قدیما و حدیثا. و ائمه مسلمان ها، چی ائمه گذشته و چی ائمه جدید، همه متفقن به این. و هو امرارها کما جاءت. و این روش و مسلک این بزرگوارها در الرحمن علی العرش استوى چیه؟ امرار آن و اجرای آن و گفتن آن به صورت ظاهری که در قرآن کریم آمده. الله گفته الرحمن علی العرش استوى، ما هم میگیم الرحمن علی العرش استوى، نمیگین استوا یعنی استیلا یا استولا، که انشاءالله در این مورد هم به صورت تفصیل صحبت میکنیم. روش اهل سنت و جماعت، روش این علمای بزرگوار ائمه مسلمین بر این است که آنها به ظاهر این را تفسیر میکنن. استوا یعنی استقرار، استوا یعنی علو. و این معنایی است که ائمه بزرگوار مثل امام مالک، مثل امام شافعی، مثل امام احمد ابن حنبل و دیگر بزرگوارانی که اسمایشان را گفتیم، و این به صورتی است من غیر تکییف، بدون اینکه ما به آن کیفیت بدیم، ولا تشبیه ولا تعطیل، بدون اینکه تشبیه بکنیم و بدون اینکه صفات را انکار بکنیم. بعد قول دیگری از امام
نعیم ابن حماد خزاعی که شیخ امام بخاری رحمه الله است را در اینجا نقل میکنه، میگه که من شبه الله بخلقه فقد کفر. هر کس الله متعال را به مخلوقاتش تشبیه بکنه کافر شده. و من جحد ما وصف الله به نفسه فقد کفر. و هر کس که انکار بکنه صفاتی را که اوصافی را که الله متعال خودش را به آن توصیف کرده، این هم کافر شده. و بعد میگه که ولیس فیما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبیه. میگه که آنچه که الله متعال برای خودش ثابت کرده و پیامبر علیه السلام ثابت کردن، این تشبیه نیست. به خاطر که بعضی از اذهان فاسد و بعضی از افکار فاسد چی میگه؟ میگه مادامی که تو بگی استوا یعنی قرار گرفتن، لابد باید تشبیه بکنی الله را. نعوذ بالله. میگه نه، این گونه نیست. فمن اثبت لله تعالی ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على وجه الذي يليق بجلال الله تعالى ونفي عن الله تعالى النقائص فقد سلك سبيل الهدى. میگه هر کس که بیایه بر اساس آیات قرآن و احادیث پیامبر علیه السلام صفتی برای الله را اثبات بکنه، صفتی که لایق ذات الله متعال هست، و حقیقتا میگه این فقط سلک سبیل الهدى، این انسان سبیل هدایت و راه هدایت را پی گرفته. اما اگر اینکه انکار کرد، اگر اینکه تحریف کرد، اگر اینکه به این جهت رفت و به آن جهت رفت، این حقیقتا نمیتونه که درستی انسان واقعا بر اساس حق حرکت کرده باشه. از امام ابو حنیفه رحمه الله قولی است در الکتاب الفقه الابسط و همچنین در شرح فقه اکبر و در بعضی از کتب دیگر این قول امام ابو حنیفه رحمه الله نقل شده. امام ابو حنیفه رحمه الله میفرمایند من قال لا اعرف ربی فی السماء او فی الارض، میگه کسی که بگه من نمیدانم که الله در آسمان هاست یا در زمین است، فقط کفر، انسان کافر شده. یعنی چی؟ الله نه در آسمان هاست نه در زمین است. قرآن میگه الله در آسمان است، این انسان میگه نه من نمیدانم که الله در آسمان هاست یا زمین است. امام ابو حنیفه میگه فقط کفر. و کذا من قال انه علی العرش، میگه و همچنین کافر میشه شخصی که بگه الله متعال بر عرش است ولا عدل العرش افی السماء افی الارض. بعد به این معتقد باشه که الله بر عرشه، ولی بگه من نمیفهم که عرش در آسمان هاست یا در زمین است. والله تعالی یدعى من اعلی لا من اسفل، میگه الله متعال از طرف به جهت بالا خوانده میشه. الله وقتی که طلب میشه دستا به طرف بالا میره و الله متعال سر انسان اصلا به طرف بالا میره. الله متعال به زیر از زیر خوانده نمیشه. بعد امام ابو حنیفه رحمه الله به حدیث جاریه که ما قبلا حدیثش را در برنامه گذشته توضیح دادیم، به این حدیث استدلال میکنن. این قول امام ابو حنیفه رحمه الله در کتاب الفقه الابسط صفحه 135 چاپ مکتبه الفرقان نقل شده. و از امام مالک رحمه الله در این مورد قولی است که شخصی آمد از امام مالک رحمه الله پرسان کرد، گفت یا ابا عبدالله، گفت الرحمن علی العرش استوا فکیف استوا؟ میگه که گفت الله میگه که الرحمن علی العرش استوا، الله چگونه بر عرش قرار گرفت؟ این سوال کرد، الله چگونه بر عرش قرار گرفته؟ امام مالک رحمه الله سرش را پایین انداخت تا اینکه چهره و جبین امام مالک رحمه الله عرق فرا گرفت، عرق او را فرا گرفت از فرطی که این سوال بسیار سخت بر او تمام شد. بعد امام مالک رحمه الله فرمود الاستوا غیر مجهول، استوا معلوم است، معنایش واضحه. استوا یعنی استقرار، استوا یعنی علو، معنایش کاملا واضحه، آشکاره، غیر مجهوله یعنی نامشخص نیست. والکیف غیر معقول، اما کیفیتش فهمیده نمیشه، غیر معقوله، انسان نمیتونه کیفیت آن را درک بکنه، کیفیت آن را بفهمه. والایمان به واجب، ایمان آوردن به این استوای الله متعال بر عرش واجبه. و السؤال عنه بدعه، سوال کردن از کیفیت آن بدعته. چگونه الله قرار گرفت، چگونه هست و فکر را در این مورد به کار انداختن، امام مالک رحمه الله میفرماید که این بدعته. درست نیست که یک انسان مسلمان خودش را داخل بکنه در این مسئله که الله چگونه بر عرش قرار گرفته، چگونه الله متعال سبحانه و تعالی استوا بر عرش کرده.
این قول امام مالک رحمه الله یک قاعده کلی در باب همه صفات است. در باب همه صفات، هر صفتی از صفات الهی را بیاوریم و این کلام را بر آن تطبیق بدیم. امام مالک رحمه الله میفرماید که استوا معلومه، واضحه، آشکاره، معنایش به عربیه، همه میدانن، قرآن به عربی نازل شده و الله گفته الرحمن علی العرش استوا و عربی ثابت میکنه که زمانی که استوا متعدی به علا بشه به معنای استقرار و به معنای علوه، معلومه، واضحه، آشکاره. و همچنین کیفیتش غیر معقوله، چنانچه ما در بحث‌های گذشته پیرامون صفات الهی این موضوع را به صورت تفصیل صحبت کردیم که اهل سنت و جماعت عقیده و باور دارند که صفات الهی را کیفیت نمیدهند، صفتش، کیفیتش غیر معقوله. یعنی چی؟ یعنی ما نمیدانیم. والایمان به واجب، ایمان آوردن به آن واجبه، لازمه که یک مسلمان به آن ایمان بیاره. و السؤال عنه بدعه، سوال کردن از آن بدعته، سوال کردن در مورد این موضوع بدعته. و بعد امام مالک رحمه الله میفرماید و ما اراک الا مبتدعا، تو انسانی که این سوال کردی تو را جز یک اهل بدعت نمیبینم. فامر به و امام مالک رحمه الله دستور داد که این فرد را بیرون کنین از این مجلس، نگذارین که اینجا باشه. این قول امام مالک رحمه الله در کتب فراوانی آمده و ائمه فراوان این قول امام مالک رحمه الله را نقل کردن. از جمله در اسما و صفات امام بیهقی آمده جلد دوم صفحه 305 و 306 و گفتیم که این قول از امام مالک رحمه الله مشهور است و امام مالک رحمه الله این حرف را گفته. ابن مبارک، عبدالله ابن مبارک، یکی از ائمه بزرگوار هست، متوفای سال 181، میگه که علی ابن حسن ابن شقیق میگه از عبدالله ابن مبارک من سوال کردم که کیف ینبغی لنا ان نعرف ربنا عز وجل، میگه چگونه هست ما برای یک انسان مسلمان مناسبه که الله متعال را بشناسه و با او آشنایی داشته باشه. قال، گفت ابن مبارک، عبدالله ابن مبارک رحمه الله گفت که الله متعال علو کرده بر آسمان های هفتگانه، بر آسمان هفتم، علی عرشه، بر عرش خود. و ولا نقول کما تقول الجهمی انه ها هنا فی الارض، ما نمیگن مثل که جهمیه میگن که الله متعال در اینجا در زمین است، در اینجاست، در اونجاست، در همه جاست، که انشاءالله در این مورد هم به صورت تفصیل صحبت میکنیم. این قول عبدالله ابن مبارک رحمه الله که با صراحت کامل میگوید که الله متعال بر عرش قرار گرفته، علو کرده بر عرش، علی عرشی، علی فی السماء، علی السماء السابعه، الله متعال علو کرده بر آسمان هفتگانه، بر آسمان هفتم، و علی عرشه، و بر عرش خود علو کرده در اونجا. این قول را فرزند امام احمد، عبدالله ابن احمد، این در کتاب السنه خود نقل میکنه، جلد اول صفحه 111 و با سند صحیح و رجالش کلا همه ثقه هستند که این قول از عبدالله ابن مبارک رحمه الله نقل شده. و همچنین امام ابن عبدالبر رحمه الله در کتاب التمهید، در کتابش به نام التمهید، میگه که بعد از این که آیات را میاره، آیاتی که در سوره مبارکه ملک هست و آیات دیگری که دلالت بر این میکنه که الله متعال علو ذاتی بر آسمان ها داره و بر تمام اشیا داره و علو خاص بر عرش داره، میایه این آیات را وقتی که نقل میکنه میگه و هذه الآیات كلها واضحات فی ابطال قول المعتزله، میگه این آیات دلالت واضحی داره بر این که قول معتزله کاملا از بین میره و قول آنها را باطل میکنه. میگه اما ادعایشان که میگن المجاز فی الاستواء، میگن معنای مجاز میگیرن، و قولهم فی تأویل استواء الاستولاء، و اینکه قول الله متعال وقتی میگه الرحمن علی العرش استوا، استوا را به استولا یعنی غلبه یافتن بر استولا آن را ترجمه میکنن و تأویل میکنن و معنای مجاز آن را میگیرند. فلا معنا له، میگه معنایی نداره، این
غیر ظاهر فی اللغه، میگه این اصلا واضح نیست در لغت عربی. در کجای لغت عربی آمده که استوا یعنی استولا؟ شما آن را تعبیر بکنین به استوا، مادامی که باز این استوا متعدی به علا بشه. در کجایش آمده؟ در کجای زبان عربی است؟ قرآن با زبان عربی فرستاده شده. میگه که و معنی الاستیلا فی اللغه المغالبه، که انشاءالله ما در این مورد با صحبت خواهیم کرد. اما آنچه که مورد بحث ما هست اینه که امام ابن عبدالبر رحمه الله به صورت صریح میگه که آنچه که معتزله میگن این قولشان غیر قابل اعتباره و قابل هضم نیست برای اهل سنت و جماعت، و اهل سنت و جماعت این قولشان را نمیپذیرند. و همچنین در کتاب الاستذکار که در برنامه گذشته هم آن را به خدمت شما عزیزان عرض کردم که استدلال میکنه از یک حدیث، میگه که و فی هذا الحديث دلیل علی ان الله عز وجل فی السماء علی العرش من فوق 7 سماوات و علمه في كل مكان كما قالت الجماعة اهل السنة اهل الفقه والاثر. چنانچه میگه اهل سنت، اهل فقه و اهل حدیث این قول را گفتن و از این آیه قرآن کریم الرحمن علی العرش استوا استدلال کردن و اجماع اهل سنت در این است و اجماع اهل سنت و جماعت و هم از اهل فقه و هم از اهل حدیث این است که الله متعال بر عرش قرار گرفته و بر عرش الله سبحانه و تعالی قرار گرفته و این علو و پروردگار متعال سبحانه و تعالی چنانچه قبلا هم بیان کردیم علوی است، علو خاص و علو ذاتی. اجازه بدین که یک میان برنامه را ببینیم و بعد از میان برنامه انشاءالله در ادامه این بحث در خدمت شما عزیزان قرار خواهم گرفت. أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. آیا الله برای بنده‌اش کافی و کارساز نیست و آنان تو را از غیر الله می ترسانند و هر کس که الله گمراهش کند هیچ هدایتگری ندارد. با عرض سلام مجدد به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی، در خدمت شما هستیم از ادامه بحث استوای پروردگار متعال سبحانه و تعالی بر عرش. در این مورد آیات را نقل کردیم، احادیث را نقل کردیم، اقوال ائمه در این مورد چنان هست که اصلا نمی شود یعنی در موردش صحبت کرد، بسیار زیاده. و ما گفتیم که امام ذهبی رحمه الله در این مورد کتاب نوشته. عزیزانی که بیشتر معلومات میخواهند به کتاب امام ذهبی رحمه الله مراجعه بکنن و بیشتر در این مورد اقوال ائمه، اقوال صحابه، اقوال تابعین و دیگران را در این مورد ببینن. اما بحثی که مطرح میشه این است که اهل بدعت این استوا را به استیلا یا استولا ترجمه میکنن. میگن الرحمن علی العرش استوا، الله بر عرش نمیگن قرار گرفت، میگن الله بر عرش غلبه یافت. استولا یا استیلا به معنای غلبه یافتن هست و این قول کلاً باطله از چند جهت. جهت اول که این تفسیر کلاً مخالف است با تفسیری که صحابه کردن، با تفسیری که ائمه کردن، با تفسیری که تابعین کردن. در کجای تفسیری از تفسیر صحابه وجود دارد با سند صحیح وجود دارد که آنها استوا را بر استیلا یا استولا ترجمه کرده باشند؟ در کجا شما میتونید این را یافت بکنید؟ در کدام جا این آمده؟ نه صحابی این را ترجمه کرده به استوا یا استیلا، نه تابعی این را ترجمه کرده به استوا یا استیلا، و نه هم یکی از ائمه مسلمین که مورد اعتبار و مورد قبول اهل سنت و جماعت هستند. این اولا. ما چنانچه قبلا هم
قول امام ابن کثیر رحمه الله را در تفسیر این آیه قرآن کریم نقل کردیم که امام ابن کثیر رحمه الله از امام مالک، از امام شافعی، از امام احمد ابن حنبل، از امام اوزاعی، از امام سفیان ثوری و دیگران این را نقل کرده و آورد و گفت که اینها میگویند که الله متعال سبحانه این بر حقیقت خود و بر ظاهر خود اطلاق میشه و بر ظاهر خود ترجمه میشه. نمیگن که استوا یعنی استیلا. یعنی چی؟ این تحریف در معنای آیه قرآن و در تحریف صفتی از صفات الهی است. و همچنین جهت دیگر یا موضوع دوم که مطرح میشه اینه که این اگر ما استوا را بر استیلا یا استولا ترجمه بکنیم خلاف قواعد زبان عربیه، خلاف قواعد زبان عربیه و قرآن با عربی نازل شده. زبان عربی میگه مادامی که استوا متعدی به علا بشه معنایش استقرار یافتن و معنایش علو هست، نه استیلا یا استولا. در کجا آمده این؟ و همچنین از جهت دیگر اگر ما این قول استوا را بر استیلا یا استولا ترجمه بکنیم یک سری لزوماتی و یک سری مسائل مطرح میشه که بسیار بده. اگر ما خواسته باشیم که استوا را بر استولا ترجمه بکنیم، چنانچه امام ابن عبدالبر رحمه الله هم به همین موضوع اشاره کرد. چی میگه امام ابن عبدالبر؟ میگه که و معنی الاستیلا فی اللغه المغالبه والله لا یغالبه ولا یعلوه احد. میگه اگر ما استوا را بر استیلا ترجمه بکنیم معنایش غلبه میشه. غلبه، استیلا یعنی غلبه، چنانچه امام ابن عبدالبر رحمه الله هم میگه معنای استیلا در لغت به معنای غلبه هست، به معنای مغالبه هست. مغالبه این که یکی بر دیگری غلبه مییابه، یکی بر دیگری غلبه مییابه از روی قهر و از روی زور. یعنی با هم دیگر میجنگن، یک بار یکی غالب میشه، یک بار یکی دیگه غالب میشه. مغالبه یعنی این که یعنی از هر دو طرف اون غالب میشه، باز ای اون رو شکست میده، ای بر او غالب میشه. نعوذ بالله. آیا این بر الله متعال صادق میآیه؟ و امام ابن عبدالبر رحمه الله میگه والله لا یغالبه ولا یعلوه احد. بر الله هیچ کس غالب نشده و بر الله هیچ کس بالای الله متعال قرار نداره و قدرت بر الله متعال نمییابه. یعنی الله شکست خورده نعوذ بالله، قبلا زمین و آسمان و عرش نعوذ بالله به دست کسی دیگر بوده، الله متعال سبحانه و تعالی او را شکست داده و بر او غلبه یافته. این چی حرفیه؟ این لزوم باطل از کلام افرادی است که میگن استوا یعنی استیلا. و گفتیم که استیلا و استولا چنانچه امام ابن عبدالبر رحمه الله ترجمه و تفسیر میکنه، میگه که در لغت استیلا یعنی مغالبه، یعنی که یکی بر یکی دیگه شکست میخوره، بعد او که شکست خورده آن را بر این شخص دیگه پیروز میشه. نعوذ بالله. به این معنا که الله متعال شکست خورده، کسی بر او غلبه یافته، بعد الله متعال دوباره بر او غلبه یافته. و این حقیقتا معنای بسیار باطل است در حق الله متعال. و هو الواحد الصمد. امام ابن عبدالبر رحمه الله میگه الله واحد، الله یگانه و بی‌نیاز است. و من حق الکلام ان یحمل علی حقیقته. از حق کلام، از حق سخن این است که بر حقیقت خود حمل بشه. چرا آن را به مجاز میکشانید؟ چرا میگید که استوا یعنی استیلا؟ و ما گفتیم لازم بده داره وقتی بگین استیلا یعنی مغالبه. نعوذ بالله. و این برای الله متعال سزاوار نیست که یک انسان برای الله متعال این حرف را بزنه. امام ابن عبدالبر رحمه الله این موضوع را در کتاب خود، کتاب التمهید نقل میکنه. کتاب التمهید جلد 7 صفحه 129. این لازم از قول آنهاست. این لازم از قول اونهاست که مادامی که میگن استوا یعنی استیلا، نعوذ بالله باید بگین که یک فردی بر الله غلبه یافته، الله متعال شکست خورده دفعه اول، بعد دوباره الله متعال بر او غلبه یافته. و این قول را هیچ مسلمانی نمیگه و این از لازم حرف اونهاست، از لازم حرف کسانی است که استوا را بر استولا یا استیلا ترجمه میکنند و تفسیر میکنند. و از این قول برمیآیه که الله متعال سبحانه و تعالی بر همه چیز
بر زمین، بر درخت، بر کوه، بر همه چیز الله متعال سبحانه و تعالی غلبه یافته. بر همه چیز غلبه یافته. وقتی بگین استیلا یا استولا، تنها خب مزیتی برای عرش نمیمانه، مزیتی برای عرش نمیمانه. ولی ما گفتیم که این استوای الله متعال علوی است، علو خاص بر عرش و این مزیتی برای عرش است. اما مادامی که بیاین به استیلا یا استولا آن را ترجمه بکنیم، دیگه مزیتی برای عرش نمیمانه. پس الله متعال بر کوه هم استولا یافته، بر درخت هم استولا یافته، بر زمین هم استولا یافته، بر همه چیز استولا یافته به تعبیر اونها. به تعبیر اونها این هم لازم غلط و لازم اشتباهی است که مزیت را از این صفت میگیره، مزیت را از عرش میگیره. و از جهت دیگر این حرفشان بطلان یک صفته. الله متعال سبحانه و تعالی بر همه چیز قادر، بر همه چیز توانای. الله متعال همه چیز در ملک او هستند. ولی وقتی که الله متعال میگه استوا، الله استوا بر عرش کرده، این استوا صفت خاصی برای الله هست. وقتی ما بیاین این را به استیلا یا استولا ترجمه بکنیم و تفسیر بکنیم و تحریف بکنیم، حقیقتا چیکار میشه؟ این صفت الله متعال باطل میشه. چنانچه امام ابو حنیفه رحمه الله هم در فقه اکبر وقتی که در باب ید، در باب دست الله صحبت میکردن، گفتن که ید الله متعال حقیقیه و ید به معنای نعمت و قدرت نیست. و فرمودن که معتزلی ها این دست را به قدرت یا به نعمت آن را تفسیر میکنن و تأویل میکنن و تحریف میکنن. اما اگر ما بگیریم که این دست به معنای قدرت و نعمت هست، در آن ابطال صفته، یعنی صفت دست کلا از بین میره دیگه، چیزی باقی نمیمانه، چون قدرت و نعمت دو صفت دیگری است. اما مادامی که ما دست را هم با آن حمل بکنیم، بگیم دست منظور یعنی قدرت و نعمت، به این معناست که ما صفت دست را کلا از بین بردیم و صفت دست را کاملا باطل کردیم. و در این موضوع استوا هم همین قاعده هست که اگر استوا به معنای استولا یا استیلا باشه، بناهن صفت الله متعال سبحانه و تعالی را فرد انکار میکنه و آن را از بین میبره. به هر حال بینندگان عزیز و گرامی، در این مورد شبهات فراوانی اهل بدعت مطرح کردند، ولی آنچه که راه سالم و راه حقیقی است اینه که ما به قرآن کریم مراجعه بکنیم و به احادیث رسول الله علیه السلام مراجعه بکنیم و ببینیم که ائمه اهل سنت و ائمه بزرگوار اهل سنت در این مورد چی گفتن و به معناهایی که اهل باطل آن را به هر حال میکشانند و آن را تحریف میکنند، ما به اونها کاری نداریم و به هر صورت آن راه و روش آنهاست. الله متعال هدایتشان بکنه. بینندگان عزیز و گرامی، در این قسمت از خدمت شما رخصت میشم و بحث استوا را انشاءالله در این قسمت تمام کردیم. انشاءالله در برنامه آینده در مورد علو و الله سبحانه و تعالی صحبت خواهیم کرد و در این مورد هم به صورت تفصیل انشاءالله مواردی را به خدمت عزیزان عرض خواهیم کرد. تا برنامه دیگر همه شما را به الله پاک بی همتا میسپارم. الله سبحانه و تعالی یار و مددگار همه من و شما باشد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.